خداوند بخشاینده مهربان عرض سلام و ادب حضور شما بینندگان محترم. حالا باز هم توپگیری از بازیکن تراکتور، حرکت خوب، موقعیت برای آلوز، یه پاس خوب، موقعیت برای تراکتور و گل. اما پرچم کمک‌داور بالا رفته و اعلام آفساید شده. حرکت ریکاردو آلوز، پاسی که داد، اضافه شدن محمد عباس‌زاده. کاوه یا اسدی کدوم بازیکن توپ رو خواهد زد؟ کاوه رضایی ضربش رو میزنه و توپ رو در اختیار ایمان صادقی قرار میده. عباس‌زاده، رضایی، حالا اسدی، دوباره خود کاوه رضایی از همونجا ضربش رو میزنه و توپ به کرنل میده. دید دروازه‌بان یکم جلو اومده، خواست ضربش رو بزنه اما ارسالش انجام میده. موقعیت برای تراکتور، خطرناک و تکرار کرنر. حرکت خوب از بازیکنان ملوان پشت محوطه جریمه. مهران احمدی، بارگی بارانی، مطلق زاده و ضربه‌ای که حقیقت به راحتی در اختیار میگیره. یا نه، ارسال‌های آلوز خیلی خطرناکه و واقعا بوی گل میده. ارسال ریکاردو آلوز، این ضربه سر و گل برای تراکتور به ثمر میرسه و نتیجه مسابقه 1-0 میشه. با هم میبینیم ارسالی که انجام شد و آقا جانپور توپ رو به خوبی میگیره. محمد آقا جانپور و اجازه یه حرکت رو نمیده به ملوانی ها. پرتاب برای این تیم هست. داخل محوطه جریمه و اعلام پنالتی برای تیم ملوان به خاطر خطای حجت حقوردی که به روی مهدی مومنی مرتکب شد. صحنه آهسته رو با هم ببینیم. اینجا بود که برخورد حقوردی و حرکت سجاد بازگیر، ضربش رو میزنه و توی دروازه هم قرار میگیره. نتیجه بازی 1-1 مساوی میشه. ملوان 1 تراکتور 1. خوب رفت انصافا مهدی اینقدر خوب رفت به سمت توپ، اما توپ در اختیار مهران احمدی هست. ایدی، مومنی، قادری ضربه سرش رو میزنه. خطرناک هم بود با اون قامت کوتاهی که داره. بلند شد، ضربه سرش رو هم زد. یه پاس خوب برای ریکاردو آلوز، ارسالش رو انجام میده و این ضربه سر گوستاوو که جالب نیست و ضربه دروازه ریکاردو آلوز. اجازه بدینیم موقعیت رو ببینیم، بعد اسامی بازیکنان رو خدمت شما معرفی کنم. ریکاردو آلوز ارسالش رو انجام میده و این ضربه که خطرناک به بیرون رفت. گل نکردن این توپ خیلی سخت‌تر بود. هاشم نژاد حرکت میکنه، اولین توپش هم دشت میکنه، وارد محوطه میشه. یه پاس خوب، موقع برای تراکتور و گل! یه دروازه. پرچم کمک‌داور بالاست. اگه توپ رو بازیکن ملوان زده باشه که دیگه آفساید نمیشه. یه بار دیگه صحنه آهسته رو با هم ببینیم. اشاره میکنه که گوستاوو پاس رو داده، اما حالا صحنه آهسته نشون میده اگه توپ آخر، خب بازیکن ملوان با تک توپ رو زد اینجا که بازیکن ملوان با تک توپ رو زد، اصلا آفساید هم نبود این صحنه. چیو آفساید گرفت آقای اسدی. این طرف موقعیت برای تیم ملوان هست. میلاد جهانی، ارسالی که انجام میشه برگه دروازه و توپ خطرناک به بیرون میره. باز هم ارسال، موقعیت برای تراکتور، توپ پای رضا اسدی جفت و جور نشد. صادقی هم افتاد روی زمین. جهانی پشت توپ، ضربش رو میزنه، خطرناک از بالای دروازه توپ به بیرون میره. قادری، گوستاوو برای ریکاردو آلوز، موقعیت برای عباس‌زاده، ضربش رو میزنه و توپ از کنار دروازه خطرناک به بیرون رفت. و ضربه کرنر یا دروازه برای تیم ملوان. نه، هاشم نژاد، یه توپگیری خوب از هاشم نژاد. گوستاوو،
حرکت میکنه. پاس خوب برای اسدی، موقعیت برای تیم تراکتور، ارسالی که انجام میشه، موقعیت برای هاشم نژاد رو به عقب، این ضربه و توپی که برخورد میکنه به مدافعان ملوان و راه یک کرنر میشه. نصیب همتیمیاشون میکنه. هاشم نژاد به توپ رسیده، نایچپور در مقابلش، موفق نایچپور که تکلشو میزنه و سوت پایان بازی به صدا در میاد توسط آقای سید مهدی سیدعلی. تقسیم امتیازات در تبریز